سلام، من علی خان ساده‌دل هستم و شما را در یک ویدیوی دیگه پیرامون یادگیری یا تمرین زبان آلمانی خوش آمدید میگم. دوستای عزیز، اشتباه نکنین که من به عنوان یک معلم یا استاد آمده در اینجا براتون درس نمیتم. در واقع چیزایی را که خودم یاد گرفتم و یاد میگیرم روزمره امور در قالب ویدیو که شما شریک میسازم که هم یک تمرینی برای خودم شده باشه و هم شما یک چیزی یاد گرفته باشین. این حال دوستا و وطندارای خیلی زیاد هستن که در فضای مجازی و مخصوصا در تیک تاک به عنوان معلم یا استاد درس میتن که روششان فرق میکنه. گفتم من چیزی که روش ما است یا مشوره ما است برای شما دوستا و وطندارایی که یا همزبانایی که حداقل سن سالتان از 30 یا 35 به بالا رفته، سواد فارسی آنچنانی هم ندارین، دیگه ما فکر میکنیم که اینجا در قصه آرتیکل و پارتیکل و نومیناتیو و داتیو چیزا زیاد نشوین. سعی کنین که حداقل برای روزمره هم زبان آلمانیتان صحبتتان زبانتان یک ذره رو بکنین و یکی وضعیت شنیداریتان بهتر بکنین که در سر کار یا در سر اگر اونجای قد یک کسی روبرو میشین بتونین امون نفر فهمانده بتونین و امون طرف بفهمین. یعنی قدر کافیه که روش ما می رقمی که من براتون قبلا هم گفتم ولی میگم خواندن کتاب با صدای بلند. این حاله بازم ما یک نیم صفحه نمازی کتابی که 3 4 5 دفعه خواندیم و نوشته کردیم که در اصل بخیر میرم ازبر کردیم، در اینجا میخوانم، باز اینجا میبینیم که چند تا لغات در اینجا ما نو یاد میگیریم یا چه جمله کاربردی در اینجا استفاده شده که هم میره باز ما در فارسی در آلمانیش میخوانم هم در فارسیشم. خب میگه Meine Eltern waren Ende der 50er Jahre als algerische Migranten nach Frankreich gekommen. Sie hatten sich in einem der besseren Pariser Vororte niedergelassen, wo ich geboren wurde und die ersten Jahre meines Lebens verbrachte. Mein Vater war ein wohlhabender Industrieller, der in der Textilbranche zu Geld gekommen war und nun auch im Restaurantgewerbe tätig war. Meine einzige Freundin war Amina. Ihre Familie ebenfalls aus Algerien emigriert, aber sie war arm. Ihr Vater war Müllmann. Meine Mutter hasste es, wenn ich meine Freundin besuchte, denn sie hält den Umgang mit deren Familie nicht für standesgemäß. Doch schon mit 6 Jahren war Amina für mich der Inbegriff eines glücklichen Kindes, denn ihre Eltern überhäuften sie mit Liebe und Aufmerksamkeit. این حالا میرم در فارسیش میخوانم، شاید در آلمانی که ما خواندیم درسته که خیلی نفهمیدن، شاید هم نفهمیده باشین که طبیعیه. این حالا چند دفعه که یک چیز شما بخوانین و تکرار کنین باز میفهمین. این حالا میره خیر رسما می در فارسی زیرم که ترجمه کردم اینجا براتون میخوانم، باز در اینجا میبینیم که چه لغاتایی در اینجا استفاده شده یا چه جمله هایی. در اینجا میگه که پدر و مادرم اواخر دهه 50 میلادی به عنوان مهاجران الجزایری به فرانسه آمده بودند. آنها در یکی از مناطق خوبی حومه پاریس ساکن شده بودند، جایی که من به دنیا آمده بودم و سالهای اول زندگیم را سپری کردم. پدرم یک صنعتگر ثروتمند بود که در صنعت نساجی به پول رسیده بود و بعداً در کار رستورانداری هم فعال بود. تنها دوست من آمینه بود. خانوادهش نیز از الجزایر مهاجرت کرده بودند، اما آنها فقیر بودند. پدرش رفگر کارگر جمع‌آوری زباله بود. مادرم از این که من به خانه دوستم میرفتم متنفر بود، زیرا معاشرت با خانواده آنها را در شأن ما نمیدانست. اما من از 6 سالگی آمینه را نمونه یک کودک خوشحال میدانستم، چون والدینش او را با عشق و توجه بسیار در بر می گرفتند. خب گفتم میره شاید هم فهمیدن از این تکست یا نوشته آلمانی رو که براتون من خواندم براتون سخت بوده باشه که طبیعی یعنی رقم است. گفتم این کتابا رو بخونین و تمرین کنین با صدای بلند خوب میشین. این حال در اینجا چه لغات‌های استفاده شده بوده یا در اینجا ما یاد میگیریم، بازم روی تخته من میره براتون مینویسم. به طور مثال در اینجا چیز بود که خب جمله‌ایش در اینجا اگر بنویسم وقتتون شاید زیاد بگیره. خب همین لغات ها رو می نویسم. مثلا چی بود که لغات اولش امیگرانت که کلتان میفهمین دیگه، در سری زبانتان یا در گوشتان همیشه آمده و خورده. امیگرانت. لغات دومیش چی بود که حالا دومی سومیش فرق نمیکنه، حالا چه چیزایی که ما در اینجا یاد گرفتیم. به طور مثال بود Vorort یا Niederlassen.
نیدرلاسن. دیگه چی بود که در اینجا؟ فربراوخن. فربراوخن. خب به طور مثال اومگنگ. حالا در اینجا بعضی از لغات ها فعل، بعضی هاشان نمیفهمم ادجکتیو هست یا بعضی هایشان اسم هست، دویش زیاد توجه نکنید. ممکنه که در اینجا باز بگین چرا خورده کلان نوشته نکردی، خیر است. مهمه که چه لغات هایی رو ما در اینجا یاد گرفتیم. مثلا در اینجا بود که خب یا standesgemäß، standesgemäß، یا دیگه چی بود که در اینجا wohlhabend، wohlhabend، industriell، یا دیگه چی بود که in Begriff، خب تکستیل. لغات های آسانی هم، منظوری که در اینجا استفاده شده بود چقدر در ذهن ما میمانه. مثلا برانچ، یا ای که اوبرهایفن، خب دیگه چه لغات هایی بود در اینجا؟ اوبرهایفن، aufmerksamkeit که هم آسان است. میبینید aufmerksamkeit. یادم اونجا بود که emigrieren می نویسم، emigrieren، مهاجرت کردن، emigrieren. دیگه چی بود که در اینجا؟ حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. فکر که 14 دانه لغات از یعنی نیم صفحه ما 14 دانه لغات در اینجا یاد گرفتیم و در ذهن ما مانده. به طور مثال اگرچه که باز لغات های دیگه هم در اینجا هست، اگر ما در کتاب سعی کنم خب در اینجا میبینم، ولی یعنی میقدر لغاتی که برای فعلا هم تو در چیزی ما مانده. مثلا گورب یک چیز دیگه بود، گورب، tätig، فعال. میبینین اینی قدر یک تکست کوتاه یا نیم صفحه‌ای اینی قدر لغات ما یاد گرفتیم. خب در اینجا چه جمله‌ای بود که من میره پاک کنم براتون؟ چه جمله‌ای در اینجا کلیدی استفاده شدگی بود او را با هم یاد میگیریم. خب این حالی چه جمله‌ای در اینجا استفاده شدگی بود؟ 3 4 تا جمله‌ای که اما تو قابل توجه باشه. در اونجا بود که میگفت که mein Vater war ein wohlhabender Industrieller، یک صنعتگر پولدار و پیسه‌دار بود که der in der Textilbranche zu Geld gekommen war، که در صنعت نساجی در پول رسیده بود. مثلا میگیم که خب جمله اولش نمی نویسیم mein Vater war ein wohlhabender Industrieller، کاما der in der Textilbranche zu Geld gekommen war. امی رقمی مثلا امی جمله را شاید شما نشنیده باشین. zu Geld gekommen، مثلا غایش ما شنیدیم یا که طرف غایش است یا نمیفهمم آر مثلا پولدار یا پیسه‌دار که zu Geld gekommen تا هنوز من نشنیده بودم. من کتابی که خواندم شنیدم، درسته. یا مثلا دیگه چی بود که دیگه جمله بود میگفت که meine Mutter hasste es wenn ich meine Freundin besuchte. مادرم از این متنفر بود که من خانه دوستم میرفتم یا از دوستم سر میزدم، چرا که او معاشرت با آنها را با در شأن ما نمیدانست. Meine Mutter hasste es wenn ich meine Freundin besuchte denn در اینجا denn sie
hält den Umgang mit deren Familie nicht für standesgemäß. Meine Mutter hasst es, wenn ich meine Freundin besuchte, denn sie hält den Umgang mit deren Familie nicht für standesgemäß. مثلا خوبی جمله را اگر شما یا عمگنگ standesgemäß همچین چیزایی hält جدا جدا اگر چی کنید خب برای جمله سازیش سخته. این رقم مثلا شما میتونید که چیز کنین. یا به طور مثال جمله دیگه چی بود که میگفت که doch schon mit 6 Jahren war Amina für mich der Begriff eines glücklichen Kindes. چرا که از همون 6 سالگی آمینا برای من مظهر یک کودک خوشحال بود یا همچین چیزایی. در فارسی رقمی که شما جمله ترجمهش بکنین که میگفت doch schon mit 6 Jahren war Amina für mich der Inbegriff eines glücklichen Kindes, denn ihre Eltern überhäuften sie mit Liebe und Aufmerksamkeit. خب در اینجا جای نماند که میماندم. این رقمی میگم که شما اگر بخوانین و تکرار بکنین از یک یعنی نوشته یا تکست نیم صفحه‌ای ما چقدر لغات یاد گرفتیم یا چه جمله‌ای را که حتی گفتم مثلا شما 4-5 دفعه که بخوانین یا چیزی که من برای شما گفتم میتونم مثلا یعنی قسم کتابا را یک حدوداً 10 صفحه اول از این را سعی کنین که تکرار کرده بخوانین که ما چش میتون دمو جمله سازی یا در بعضی لغاتای خیلی جالب و آشنا شو. بعد از او و بعدش دیگه که میتون دیگه پس بر نگردن تکرار نکنین تا 10 یا 15 صفحه اول از این را میتون تکراری بخوانین که یعنی رقم مثلا اما کل چیز یادتان بانه. به هر صورت دوستای عزیز اگر فکر میکنین که همچون ویدیوهایی براتون مفید واقع میشه کمک برای شما یا برای دیگه دوستان میکنه پس ویدیوی مرا لایک کنین، شیر کنین و فالو کنین که اگر فکر میکنین که کمکی در حالتان میکنه یا برای دیگران میکنه اگر میگن که چرت و پرت اصلا مرا بخیر بلاک کنین. به هر صورت نظرتان هم کامنت کنین. خدا یار و مددگارتان باشد.